کی است که عاشق گوشفیل نیست و چی خوب که در ادامه به توکل چی ایدی ما شما روز سوم ما شما را تخصیص بدیم به این گوشفیل های خیلی زیاد خوش رنگ و خیلی زیاد خوشمزه. ازتون خواهش میکنم که ویدیو را کامل دقیق ببینین، چون بیشتر از کامنت ها سوالای می باشه که جوابش دقیق گفته شده در ویدیو. پس لطفاً ویدیو را تا آخر تماشا کنین تا که نکته به نکته بفهمید. به نام خدا در نخستین زمان شروع میکنم با استفاده 2 عدد از مقدار 1/3 از 1 گلاس شیر. و ما همچنان به مقدار شیر ما هست حدود چیز کم از 1 پیمانه پودر بوره استفاده کردم و 1 گلاس آرد و 1 قاشق هم از بیکینگ پاودر. نخست میره خوب سعی میکس میکنم با قاشق، قسمی که شما در تصویر میبینین، و پس از او هم در زمان میکس کردن گلاس آرد دیگر با مقدار کم کم مده اضافه کرده و مخلوط کرده میره. قسمی که شما با تصویر میبینین بسیار زیاد خوبش این میکس میشه، نیاز به هیچ چیز دیگه نمی داشته باشید. بعضی ها دوست دارن در این زمان کمکی از ایل چای هم استفاده بکنن، ولی من چون دوست ندارم در بینش باشه چون سیاسی معلوم میشه، خوش دارم ایل چای در بالای از گوشفیل های ما باشه که مزهش 100 برابر بسازه. قسمی که شما میتونین در تصویر مشاهده کنین بسیار زیاد این خمیر خوب شما آماده شد و حال نوبت ازی است که به 3 بخش منظم من اینا را تقسیم بسازم. در 2 رقمش من از رنگ استفاده میکنم و 1 نوع دیگه زیرا هم اما تو ساده میکسم. بیشتر شما عزیزایم از این رنگ ها پرسان کرده بودین. من این رنگ ها را از والمارت خریداری میکنم. از بخش دیزاین کیک شما میتونین از هر جایی که بخش های دیزاین کیک داره اونجا برین ایده دریافت بکنین. من دوست دارم خمیرهای ما را با دست انبار بکنم. اگر شما ماشین آش دارین از او استفاده بکنین. با این قسم 1 آله دایروی من اینا را برش میسازم و قسمی که شما میبینین اینا را لابلا گذاشته و 2 پیچ میتونم. و همچنان باید از یادآوری شوم که اینا رو میتونین شما نوک به نوک خوب سعی بچسبانین و پس از او هم 1 پیچ دیگه بتین. 1 گل گلاب خیلی زیاد مقبول سرخ آماده میشه. بعد از او هم میتونین امرای دستتان گردای زیر این قسم باز کنین که دیگه هم مقبول شود. متوجه باشین که آرد به اندازه کفایت داشته باشه که نچسبه. نوع دوم از گوشفیل های ما برگ های سبز است که ما خمیرای دوم ما را همچنان هموار میسازم. قسمی که شما به تصویر مشاهده میکنین با 1 پیزا کتر قسمی اینا رو برش میسازم. عزیزم اندازه از این رب به میل دل خودتان داره که چقدر میخواین کلان یا چقدر میخواین کوچک بسازید. این زمان هم میپردازم به نوع سوم از گوشفیل های ما که اینا را همچنان ما هموار میسازم. قسمی که شما به تصویر میبینید من فکر میکنم بیشتر از شما شاید از قسم ساختن از این برگکار بسیار زیاد خوب یاد دارین. زمانی که این ساخته شد ما در 1 دیگ به مقدار کافی از روغن مندازیم که گوشفیل های ما درست باید در بین روغن باشه. قسمی که شما به تصویر میبینید من دانه دانه اینا را سرخ میسازم. کوشش بکنین که آتش که در زیر دیگ می باشه بسیار زیاد کم باشه چون این خدا زود میسوزانه. گوشفیل های خیلی زیاد طبیعتی ما آماده هست. در مقدار از بوره و پودر بوره هست. با کمک از ایل چای من بالای زی حلق میسازم و کمک از پسته هم برای تزیین از استفاده کردم. قسمی که شما در تصویر میبینین خیلی زیاد اینا خوشنما شدن و هر کس که خانه‌تان آمد من مطمئن هستم عاشق ازی میشه. و امیدوار هستم زندگی به می کام دلتان باشه عزیزم. خدا نگهدار و امانتان باد.